شما بیننده مادر عبدالرؤوف جان هستید. مادری که از 45 شبانه روز به این طرف به داد فرزندش گریان میکرد. شما میبینید که سیروم و دستشان وضعیت صحی آن کاملا خراب است. اکنون در به مقام ولایت آمده که رهایی فرزندش را از حکومت مرکزی و محلی میخواهد. مادری که در فراق فرزندش که بسیار دیر زمان به این طرف می سوزد و می گرید، اکنون و در به مقام ولایت جهت تحقق عدالت اینجا آمده است. مادران و خواهران ترکمن در حال حرکت به در به مقام ولایت بلخ حضرت گل بر ol ene ki görüyorsunuz gözlerini yaşabilir. Abdurrauf Can orada gepliyor. شما اکنون بیننده تظاهرات خانم‌های ترکمنان صفحات شمال هستید که در حال حرکتشان به طرف خیمه تحسن میخواهند دادخواهیشان را از طریق اجماع عمومی به رسم اعتراض خیمه تحسن در درب مقام ولایت برپا نماید. این خیمه است که خانم ها برای اعتصاب خودشان و به خاطر تحسنشان اینجا ایجاد کرده است و این شعارهایی است که به خاطر رسیدن به عدالت در اینجا نصب کرده و به خاطر تحقق هرچه زودتر عدالت و با تأمین امنیت تمام شهروندان و رهایی عبدالرؤوف جان اینجا تجمع کردند. صدای این خواهران سنگ را آب کردند و در حال اشک از چشم مادران میریزد. عبدالرؤوف جان طفل 9 ساله همه خرد کلان را به سوی عدالت تحرک دادند.